سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما مخاطبین خوب وارش اسپورت. امروز هم با شما این با قسمت سوم وارش تاک، برخلاف دو قسمت قبلی این بار آفلاینیم. آقا وضعیت اینترنت برای همه روشنه دیگه. الان هر روز باید دنبال یه فیلتر شکن جدید باشیم که فیلتر شکن قبلی رو جایگزین کنیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین وارش اسپورت، هواداران داماش، و اینم قسمت سوم وارش تاک که امیدوارم که از قسمت‌های قبلی راضی بوده باشین و ما رو همچنان دنبال کرده باشین و در خدمت شما هستیم. این نکته رو هم خدمت مخاطبین عزیزمون عرض کنم که به دلیل اینکه فرمت برنامه به هم نخوره و حالا در قسمت‌های آینده باز هم بتونیم این کار رو به صورت لایو انجام بدیم، ما سعی کردیم که کات نزنیم تو این ویدیو، یعنی تا حد الامکان سعی می‌کنیم که واقعا به صورت ریل تایم این ویدیو رو، این قسمت آره. رو به آخر برسونیم، هرچند که واقعا از کامنت‌های خوب مردم محرومیم. سیدعلی هاشمی، هانی و سایر دوستان هم اینجا هستن در پشت صحنه و در حین برنامه احتمالاً از نظراتشون استفاده خواهیم کرد. احتمالاً یک مکالمه تلفنی هم داشته باشیم که اگر حالا قطعی شد که در ادامه خواهیم دید. بله. برسیم به بازی. خب بازی با استقلال ملاسانی یک شنبه که گذشت، یعنی 3 روز پیش. خب بازی بود که داماش بعد 2 تا باخت بد تو 2 تا بازی که واقعا بد بازی کرد اومد و ما هممون حالا تو برنامه قبلی هم بودیم اصلا این شانس رو میدونیم که این بازی رو باید ببریم. البته شما میگفتید، من نمیگفتم. بقیه هم همه میگفتن یکی، شما هم گفتی یک من یک. گفتم یا یک یک میگفتی یا صفر صفر. آره ولی بعد تحت فشار باز گفتی یکیچ. حالا مهم نیست. ولی خب به هر حال انتظار بیشتر هوادارا وقتی نظرات اونا میخوندیم میگفتن که این بازی دیگه میبریم، مثلا این بازی که دیگه اوضاع آره، از این به بعد بهتر میشه. آماراش توی حالا کانال تلگرامی وارش اسپورت هم هست. الان بهش دسترسی ندارم، فکر میکنم حدود 7-8% گفته بودن نتیجه نمیگیریم، یه یعنی میبازیم. 10-15 نفر، فکر مال دقیقش یادم نیست، میتونن دوستان ببینن، گفته بودن که مساوی میشه. اکثر هوادارا میگفتن که آره میبریم این بازی رو دیگه، حداقل میبریم. آره. خب خدا رو شکرم برخلاف اون چیزی که همش ما پیش بینی میکردیم تماشاگران تونستن بیان. خدا رو شکر دیگه این اتفاقا نیفته، اصلا بخوایم به فکر این باشیم که هوادار نیاد. البته حالا هیئت فوتبال هم اعلام کرده بود از چند روز قبل که بازی با تماشاگره، یعنی درسته که شایعاتی مطرح شده بود، ولی چیزی که به صورت رسمی همیشه اعلام شد این بود که بازی با تماشاگر اصلا خواهد به بود و نظر همینطور هم من شد. اگرم جای دیگه شایعه میشه هیچکی نداشت دامن بزنه که یه زمانی تبدیل به واقعیت بشه. اصلا اینکه بخوایم الان تو همچین شرایطی هوادار از حضور تو استادیوم ممنوع کنیم هیچ دلیلی نداره، برسیم به هیچ خود چیزی. بازی. آره خب بازی که انجام دادیم، ببین داماش اون روز نیمه اول نسبتا خوب بود، موقعیت‌های خوبی ایجاد کرد نسبت به حالا بازی‌های قبلی، ولی شاید ما مثلا بهترین بازی داماش رو توی 20 دقیقه اول نیمه دوم مخصوصا دیدیم. یعنی آره، عملا استقلال ملاسانی نمیتونست از یک سوم خودش بیاد بیرون. ما مرتب یادشیم کرنر میزنیم، پرتاب بود، سانس بود، چند تا موقعیت، یه دونه مثلا ارسال از سمت چپ اومد اون بازیکن ما شیرجه داد با سر بزنه، اون اگه میگرفت حالا دیگه تموم بود اصلا کار. حالا ما خیلی خوب بازی کردیم تو نیمه این دوم در ولی حالیه که ما به هر حال اون تعویض اجباری هم داشتیم دیگه. تعویض جا داره که اجباری. یادی کنیم از سجاد قلیبیگی که به هر حال حالا وضعیت پاش مثل اینکه زیاد جالب هم من نیست. هنوز باور کن صدای دادش تو ذهنم، آره، خیلی مسئولیت ببین بد. من واقعا اصلا اون صحنه از ذهنم واقعا خارج نمیشه. من و علی هاشمی اون بالا بودیم، سید علی، و اون صدای سجاد قلیبگی، صدای اون داد زدنش که میومد واقعا مشکوک. مو رو سیخ میکرد. صدایی که تون حالا جمعیت 5-6 هزار نفری واقعا صداش به گوش هم میرسه. و جالب اینه داور بازی خطا نگرفته، و حالا خطا نگرفته کار نداریم، بازی وایساده، ولی اون گروه امداد و اون بچهای پزشکی رو نمیذارن که وارد زمین بشن توی اون وضعیت. و خیلی صحنه تلخی بود واقعا. خیلی تلخ بود. امیدوارم هر چه زودتر سلامتیشو به دست بیاره. نمیدونم اصلا دیگه به این فصل برسه یا نه، ولی خب این چیزی که میگن قوزک پاش مثل اینکه شکست، حالا ببین اطلاع ندارم. حالا توی اون مطلب اولیه‌ای که ما از گروه پزشکی درش کردیم توی بارش اسپورت، گفتن که این درمانش خودش 3-4 هفته طول میکشه. حالا اینکه واقعا بتونه ملحق بشه به تیم چیزی که باید و ببینیم. اصرارات مطلق. امیدواریم که این اتفاق بیفته. به هر حال سجاد امیدوارم هم از نظر اخلاقی بچه خوبی، هم بازیکن خوبیه. بازیکن تو نیمه اول هم تاثیرگذاری داشت به هر حال، و بله.
این اخراج این در واقع مسئولیت که پیش اومد و تعویض اجباری که رخ داد عملا باعث شد که ما سخت‌تر بتونیم کارو پیش ببریم. الان دقت کردی همین اول فصل شد ما 3-4 تا مصدومیت بد ببین داریم. من در این مورد با سیامک فراهانی توی کنفرانس خبری صحبت کردم، حالا فیلمش هم تو همین یوتیوب منتشر کردیم. به غیر از حالا سجاد رو فاکتور بگیریم، سجاد قلی بگیر رو فاکتور بگیریم، معتقد بود که خب دقیقاً به خاطر این یارگیری بعد و اون فرصت کم برای تمرین بود که این مسئولیت ها شکل گرفته. من کاملا موافق اون قسمت حرف سیامک بودم تو کنفرانس که گفت ما مهمترین یارمون یعنی زمان رو از دست دادیم و اصلا زمان برای آماده سازی مهمترین فاکتوره. تو هر چقدر بهترین مهرهایی که موجود هستن بگه اگه زمان آماده سازی نشته باشی باز خراب میکنه دیگه. حالا ما که وضع ترنسفرها رو میدونستیم، بعد دیگه حالا اون تایم آماده سازی هم نداشتیم، کلا شروع خوبی الان برامون نبوده، خیلی‌ها ناامید شدن. ولی باز از این بازی نهایت حالا با تمام اتفاقاتی که افتاد، ناامیدیایی که به وجود آورد، نکات مثبتی داشته. تیم هماهنگ‌تره. تیم نیمه دوم برخلاف بازی با مثل کرمان که دیدیم کم آورده بود کم نیاورد. صحبت درستیه، منم تا حد زیادی قبولش دارم، ولی بعضی از هوادارا حالا میان این چیز رو هم مطرح میکنن که من باشون صحبت میکردم، میگفتن درسته که داماش بهتر بازی کرد، یعنی اینو همه قبول دارن، ولی داشتن میگفتن استقرار مولاسانی هم مس و فجر نیست. یعنی این مثلا مطرح بوده در حال. ببین الان میگیم مس و فجر بجز بازیشون با ما دو تا بازی دیگه‌شون رو باختن. اونا هم همچین تیم خیلی آنچنان عالی نبودن. آره الان نتایج رو ببینیم همه مشابه. آره. بعد خب ما در مقابل اونایی که مقابل بقیه باختن هم بازی بدتری انجام دادیم به نسبت. خب استقلال ملاسانی که دو تا بازی قبلیش اصلا نباختید، دو تا کلین شیت داشت، باز ما میتونستیم ببریم واقعا. اگه یکم تمام کنن صحبتی هم که هست میگه آقا استقلال ملاسانی چه تیمیه که از مربیش معلوم نبود کیه، نمیدونم الان 13 تا 14 تا بازیکن بیشتر نداره. یعنی این بحث هم به هر حال مطرح بود در مورد تیم. خب میگم اونا هم تو صحنه‌های خطرناک گذاشتن، همچین تیم دست و وابسته نبود، یه توپشون به تیرک خورد و اینا هم در نظر باید گرفت. داماش میتونستیم بازی رو ببره اگه یکم رو نوک خط حمله زردارتر بود. این متاسفانه فرصت بزرگی بود که از دست دادیم. امیدوارم آخر فصل حسرت این دو تا امتیاز از دست رفته رو نخوریم فقط. حالا جدا از بحث‌های فنی، این بازی دیگه خودت هم میدونی دیگه، توی ولاگت هم اشاره کردی، پوریا البته گفت اونجا که حواشی هم داشت. حواشی حالا در مورد وضعیت استادیوم که صحبت می‌کنیم حالا بعداً با سید علی هاشمی، ولی در مورد خود بازی و حواشی که وجود داشت، حالا حواشی عمدش بحث درگیری بود که توی جایگاه ویژه به وجود اومد. البته ما آنچنان حالا توی وارش اسپورت به هر حال روش مانور ندادیم، چون به هر حال همیشه حالا رسالتی که برای خودمون در نظر گرفتیم اینه که تیممون از نظر فنی زیاد وارد حاشیه نشه، ولی به هر حال ازش گریزی هم نمیشه داشت. یعنی اتفاقی که افتاده خیلی جا هم بهش پرداختن. در این مورد هم یک صحبت داشته باشیم. ببین تنها چیزی میدونم اگه من یه زمانی مسئولیت یه مجموعه جایی با هم باشه، سعی میکنم تا حد ممکن حاشیه رو ازش دور نگردم. این به نظر من غیر ضروری بود. یه نفر اومده نشسته داره بازی تو جایگاه ویژه میبینه، اصلا این صحبت ها اینا اصلا ضرورتی نداره. این حاشیه روی زمین تو اتفاقی که داره رو زمین میذاره مطمئن باش تاثیر میذاره، تو بازی تاثیر میذاره، روحیه تیم تاثیر. والا خیلی ها بودن دیگه. آقای زحمتکش بود، جهانگیر عسکری بود که حالا درگیری اصلی بینشون بود، سیامک علیزاده بود ارزم به خدمت شما، و آقای نعیمی که حالا میگن که مالک دامون صنعت هستن، حالا گویا در تلاشن که تیم رو از آقای زحمتکش بگیرن. حالا که فعلا هیچ مستندات چیزی به اون صورت جای انتشار پیدا نکرده، ما نمیتونیم بگیم حق با کیه. اونو گذر از زمان و بعد حالا جاهایی که دادگاه ها و اینا باید تعیین کنن که چی میشه. ببین امیدوارم هر چی که هست و این حکما و ماجرای قضایی و حالا هر چیزی که هست، کمیته اخلاق فدراسیون، هر جایی که مسئولش هست، امیدوارم این قضیه هر چی که هست زودتر حل بشه. حالا چه این وری چه اون وری فرقی واقعا نداره. که تیم ما از این بابت ضرر نکنه، اینجوری نشه که هیچ کدوم از طرفین بعداً مثلا نخوان تیم رو گردن بگیرن یا مثلا اتفاقات عجیب غریب. خلاص امیدوارم که نیفته و هر چی هست حل شه توی همین چند روز آینده. کسی که بخواد خودشو حالا به هر حال در نقش بزرگتر تیم باشه، ببین بزرگتر تیم
هر کاری بکنه روی کل اصلا تو خانواده هم اینطوری، وقتی بزرگتر یه کاری میکنه که باعث ایجاد تشنج میشه رو همه تاثیر میذاره. به نظر من باید این رفتار رو جلوش گرفته بشه دیگه. آرامش رو یه کارایی بکنه که آرامش به تیم برگرده، تیم بتونه راحت فوتبالش رو بازی کنه، نتیجه بگیره، به چیزای دیگه کسی فکر نکنه. اصلا نیازی به این درگیری‌ها نیست. آدم نیاز هر بازی با یه نفر درگیر بشه یا همش فعالیت‌های مجازی داشته باشه، دیگران به سوال وادار این الان این پست این استوری در مورد کیه این اصلا نیازی به ایجاد تشنج نیست. آره باشگاه حالا واقعا همینه دیگه، باشگاه به هر حال روابط عمومی داره، اگر چیزی هم قرار منتشر بشه که خوبه که از همون دریچه منتشر بشه. حالا پیج دارن، سایت دارن، هر چیزی هست. اینکه با استوری بیایم مثلا یه سری چیزای کوتاه بنویسیم، نمیدونم پیجا رو بیایم منشن کنیم، ببین علیرضا زیاد جالب نیست. خودت دیگه عملکرد مثلا خودمون رو مثال بزن. ببین بارها ما مثلا میخوایم یه خبری و یه چیزی رو منتشر کنیم، چقدر در موردش حالا فکر میکنیم اینو بذاریم، نه این چه تأثیری میتونه داشته باشه. این تاثیر رو هوادار داره، روی نمیدونم فلان کس داره، جنبه قانونیش در نهایت هم روی تیم تاثیر داره. دقیقاً. من که مهمترین چیزه. حالا چی فکر میکنی برای ماجرا حل میشن به زودی؟ تا زمانی که حکمای نهاییش بیاد دیگه رو ببینیم به هر حال حق با کیه. ما فقط باید وایستیم و ببینیم که نهایتا چه حکمی میده. ولی خب حالا نمیدونم شنیدی اون کمیته تعیین وضعیت هم تیم داماشو محکوم کرده سر آره اونم سر فرشاد ببین بیوس. محکوم کرده، ولی اون حکمی که اومده اونقدر رام به نظرم عدد سنگینی نیست. یعنی اون صحبتی که میشه تیم میلیاردها هزینه داره فلان هم نبود. کی گفت میلیارد؟ نه اینطوری هم نبود. آره نه ولی خب در حال نزدیک 1 میلیارد هست و خب طبیعتا یه جایی بوده که پرداختی‌ها درست انجام نشد. یه بحثی هم که هست، بازیکنان من در جریانم که تعدادشون شکایت کردن، نتیجه اونم هنوز نیومده. میدونی یه چیزی که من نگران میکنه، حالا این حکمیه که در مورد یه سریا اومده. آره مثلا فرشاد بیوس و مصطفی صداقت و کادرشون و اونا یه سریا اومده، ولی خب اگه بخواد حکمای دیگران مثلا داده بشه، شکایت‌های بقیه بررسی بشه، خب ممکنه یکم اوضاع جالب پیش نره. حالا فعلا این چیزی که ما می‌بینیم داماش نزدیک 1 تومن هست. صحبت هم میدونین چیه میگم، مثلا این عدده هر چقدر که باشه به هر حال قابل حله، یعنی چیز عجیبی نیست. حالا این عدد رو کار ندارم، مثلا عددهای آتی، یعنی واقعا تو مقیاس فوتبال امروزی که میرن فرش 3 میلیاردی به رونالدو هدیه میدن، این عددها واقعا شوخی هن. ببین خیلی عددها میتونه عددی نباشه، مهم اینه که اون کسی که باید عدد رو پرداخت کنه پرداخت میکنه. باشه مگه همون موقع 3 میلیاردی که باعث شد امتیاز اون باطل بشه عددی بود؟ بریم یه تیزر کوتاه ببینیم. سعی میکنم که پوستر بازی هم اینجا براتون بذارم، یه استراحت میکنیم دوباره برمیگردیم. البته استراحت کوتاه برای ما از نظر شما احتمالاً میشه در حد چند ثانیه. خب برگشتیم. سیدعلی هاشمی هم اینجا با ماست، پشت خط سیامک علیزاده رو هم داریم. حالا قبل از اینکه سلام علیک کنی با با سیامک علیزاده صحبت کنیم، حالا بعد با هم خواهیم بود. سیامک جان سلام عرض میکنم. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم. قربانت علی جان. سیامک جان سلام آقا، منم خدمت مجدد سلام عرض میکنم، خسته نباشی. سیامک جان متاسفانه شروع امسال با معصومیت همراه شد واسه خودت. آقا اول بگو معصومیت دقیقا از کدوم ناحیه است، حالا ما بعد میریم سراغ باقی سوالات. والا معصومیت من از پایگاه پشت سال عوضوله دو علومه. یه پارگی دارم که حالا فعلا دکترها گفتن که یه 2 هفته‌ای فعلا دورم. بعدش که تا کار با تعانیم انجام بدم، انشالله که بتونم زودتر برگردم و بتونم به بچه و به تیم و به حالا کمک کنیم دیگه. خب پس سیامک جان دقیق مشخص شده چند هفته دوری، یا مثلا تا کی میتونی به تیم ملحق بشی؟ الان 2 هفته که میری بودن واسه درمان و اینجور چیزا، کی به تامینات میشه برگشت؟ تعانیم انجام بدم انشالله. فکر کنم یه دقیق به خدا هم نمیدونم دقیق اون چیزی که گفتن 2 هفته فعلا کار با تعانیمه، بعدش هم یه فکر کنم 1-2 هفته کار داشته باشم. پس علل فکر کنم 1 ماهی بعید میدونم شما رو ترکیب ببینیم. یعنی در مورد پژمان هم می‌خواستم البته ازت
پژمان حالا دوست داشتیم با پژمان هم صحبت کنیم، حالا گفتیم خبرش رو از خودت هم بگیریم. پژمان هم مثل خودت دوره دیگه، درسته؟ بله پژمان هم کشیدگی داره توی همسترینگ پاش. که پژمان هم فکر کنم یه 4 هفته از روز مسئولیتش گفتن که فعلا دوره، فکر کنم یه 10 روز اینا شده. به احتمال خیلی زیاد فکر کنم یه 1 هفته 10 روز دیگه بتونه بیاد توی کار کنه پژمان. که اینطور من میدونم تقریبا اینجوری باشه بکنم داستان پژمان نجات. ما متاسفانه سجاد قلیبیگی هم تقریبا میشه گفت از دست دادیم و با توجه به اینکه مسئولیتش هم مسئولیت سنگینیه، فکر میکنم خیلی بخواد زود برگرده حداقل تا نیم فصل فکر کنم طول میکشه، با توجه به اینکه شکستگی داره. حالا شاید زود روند درمانی تمام بشه، اما تا به شرایط آرمانی برگرده مطمئنا طول میکشه. با سجاد قلیبیگی من صحبت کردم، من به خدا خیلی هم ناراحت بودش، ولی درمانش هم فکر کنم سجاد هم تقریبا میگفت 1 ماه فعلا پام اینجوریه، بعدش میتونم تمریناتمو انجام بدم. من گفتم آره 1 ماه فعلا اینجوریه، ولی خب پاشو آتل گرفتن که میتونن باز کنن کار تراپیکاش انجام بدن. آره منم باهاش صحبت کردم، گفتش که من حدودا 1 ماه روند درمانی دارم، بعدش فیزیوتراپی دارم و حالا اینکه برگردم یه مقدار تو همین کش و قوس باید ببینیم چه تایمی طول میکشه. میگم چون مسئولیتش یه مقدار مسابقه است، اینا یه ذره طول میکشه، ما حالا دقیق نمیگیم ولی امیدوارم هر چه زودتر برگرده. بازی قبلم تا اونجایی که بود خیلی خوب بازی کرد، متاسفانه حیف شد که ما سجاد قلیبیگی رو هم نداریم. و البته خودت و پژمان نجات رو که امیدوارم که منم هر چه زودتر به هر حال وضعیت شما بهتر بشه، شما رو بتونیم در کنار تیم ببینیم. اگر صحبتی با هوادارا دارید لطفا بفرمایید، که اگرم نه که باهات خداحافظی میکنیم. والا از هوادارا فقط تقاضا اینه که یه خورده صبر و حوصله داشته باشن. اونجوری حالا که توی بازی هم شما خودتون شاهد هستین، تیم خوب فوتبال میکنه، ولی متاسفانه حالا سر بدشانسی و اینا 2 بازی اول یه خورده بد گل خوردیم. خورده این شروعمون شروع خوبی نبود، ولی روندمون روند بدی نیست که چلا با توجه به شرایطی که ما داریم و آسیان‌هایی که فرانی که خود صبر و حوصله که ببرم بالا، زمان بدن به تیم. مطمئنا تیم از این شرایطی که هست خیلی مطمئنا بهتر میشه. ممنونم از شما که پیگیر احوال من بودین، تماس گرفتیم با هم. ممنونم ازتون، انشالله که بتونم هر چه زودتر خودم برگردم، حالا بتونم تا اونجایی که راه داره به تیم و هوادارا کمک کنم. ممنونیم از سیامک علیزاده. ما هم امیدواریم که همین اتفاق بیفته. سیامک جان همینجا ازت خداحافظی میکنم. قربان خواهش میکنم. خداحافظ. وضعیت من فکر می‌کردم سیامک زودتر برسه به تمرین. این چیزی که گفت خیلی مدت بیشتری بود، یعنی چیزی که شنیده بودم این بود که زودتر برمیگرده. من الان اول یه سلام علیک داشته باشم. آره حتما. آره مخاطبان عزیز بریم روی تصویر خودمون. خب آره که با ما همراه هستن تو صفحه یوتیوب وارش اسپورت و احتمالاً حالا اینستاگرام میشه تیزرش رو ببینم، ولی به هر حال عرض ادب دارم خدمت همشون. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشم. متاسفانه ما 2 بازیکن خوبمون رو از دست دادیم. علیرضا اگه خاطرت باشه ما تو وارشتاک قبلی اومدیم در این باره صحبت کردیم. قبل از این اتفاق. آره قبل از این اتفاق اومدیم صحبت کردیم، گفتیم ما سیامک و پژمان نداریم. متاسفانه سجاد قلیبیگی هم به این لیست اضافه شد. سجادی که نیمه اول آقا یه جورایی این پشت اتوبان کرده بود که ما هم داشتیم بازی می‌کردیم، یعنی 2-3 بار استارت زدیم. دفاع چپه فکر کنم ادریسی بود، ادریس رحمانی همچین فامیلیایی داشت، یعنی قشنگ اون سمت اسیر شده بود که سجاد قلیبیگی رفت، ما اون سمتمون دیگه اون کیفیت لازم رو نداشتیم، میشه سمت چپ حریف سمت راست ما. و این اتفاق باعث شد که ما متاسفانه یکی از بازیکن خوب رو از دست دادیم. حالا نیمه دوم رضا زاهد تبار اومد و تیم باز یه مقدار رو به جلوتر شد و ببین زاهد تبار خب بازیکن تعویضی بوده اغلب، به نسبت خودش خوب بود. یعنی اون حالا یه انتقاداتی که مثلا نسبت بهش شنیده میشه به نظرم فرای اون انتقادات بود، یعنی بازی قابل قبولی از خودش. رضا زاهد تبار بازیکن خیلی با کیفیتی، خوش سرعت، خوش تکنیک، سربالا بازی میکنه. رضا زاهد تبار کار داره، حکایت بازیکن کالی، انگار نپخته است، هنوز اون تجربه لازم رو نداره و به نظرم اگر کادر فنی بیاد مثل بازیکنای مثل سپرسی بازیکن خوب میشه. آره فصلی که ما تعارف که نداریم نتونستیم تو فصل نقل و انتقالات خوب کار کنیم، یا زمان از دست دادیم یا تو جذب بازیکن دچار مشکل شدیم، بازیکن‌های با کیفیتی رو
نسبت به سایر تیم‌ها حداقل اینطوری میتونیم بگیم جذب نکردیم. یعنی بازیکن خوبا رفتن تیم‌های بزرگ، چادرملو، خیبر، نمیدونم گچساران، سایپا، فجر، اینا بازیکن‌های خوب گرفتن. ما چون با توجه اینکه بودجه انگار محدودتری داشتیم نتونستیم آنچنان خوب عمل کنیم. حالا بریم سراغ اون، فکر کنم یه بخشی داریم، فکر کنم وضعیت استادیوم. آره حالا من و تو که اون بالا بودیم، بعدم اومدیم پایین اتاق سالن کنفرانس. میگم اتاق که بیشتر خیلی شبیه اتاقه بله. تا سالن کنفرانس باشه. اون چه وضعیتی بود؟ خب ما که از اولش که اومدیم ما اومدیم داخل، علی رهبر اومد بیاد داخل، گیر دادن که آقا چرا هماهنگ نشده. بعد آیدی کارت نشون دادن، گفت آقا هیئت فوتبال گفته باید هماهنگ شده بیان داخل. رفتیم هیئت فوتبال سر گفت آقا منظور از هماهنگی آیدی کارته. توی تفاهمی بود که ظاهرا پیش اومد. خدا رو شکر انصافا خوب حل شد، یعنی تا اونجایی که ما بودیم خوب حل شد. حالا اینکه هوادارا چطور اومدن تو زمین من خیلی دوست داشتم بدونم. حس میکنم سخت اومدن تو رو سکو. حالا ای کاش کسی داشتیم که میتونست از اون شرایط برام فیلم بگیره و گزارش تهیه کنه. متاسفانه همه مشغول بودن. خودمون آره مجبور شدیم زودتر بیایم. رفتیم بالا، برق نداشتیم و تا آخر بازی هم نداشتیم. تا آخر بازی برق نبود و شرایط گزارش خیلی سخت شد. علی جان حالا یه چیزی بهت بگم میونه کلامت، من به هانی هم گفتم امروز یادم بیار داریم میریم خونه، من چند متر سیم بگیرم، آره پریز و دو شاخه اینا بریم بالا رو در حال درست کنیم بازی بعدی حداقل آره برق سیاری داشته باشیم. آره مجبوریم این کارو بکنیم با توجه به اینکه اتاق کنفرانس کولر نداشت. حالا خداییش آقای وهابی خیلی همکاری میکنه، خیلی همکاری میکنه واقعا. انصافا نسبت به مدیرای رابطه عمومی قبلی ما ارتباط خوبی داریم و آقای وهابی واقعا داره کمک میکنه. اما حالا این امروز خنک بود ولی مطمئنا بازی بعدی باز خنک نبود. جمعیتی که میاد اونجا آره خیلی سالن کنفرانس تو زمستون هم مطمئنا گرم میشه. چی باحال بود اونجا خبرنگارا به آقای وهابی گفتن اینجا آقا چرا کولر نداره؟ میگه کولر 20 خورده میلیونه. 28 میلیون. حالا باشه. حالا امیدوارم که حالا هیئت فوتبال در مورد البته حالا اتاق کنفرانس این نکته رو هم بگم، تلفنی هم فکر کنم بهت گفته باشم. آقا ما اونجا دیگه تو جو تاثیر بازی بودیم و اینا، خداحافظ اومدیم. اتفاقا با آقای وهابی هم من خداحافظی کردم، اومده آخرین نفر خودم بودم، شما جلوتر رفتید. بعد میکروفونمون رو جا گذاشتیم آبی قرمز رو. تازم خریده بودیم. آره حالا هواداران دوستان اگر کسی از سرنوشت اون میکروفون اطلاعی داره لطفاً برام کامنت بذارید. امیدواریم که پیدا بشه، ولی پیگیری که کردن گفتن نه نمیدونیم چی شد، کسی هم بازی نکرده اینجا، کسی هم تو نرفته ولی نبود. خیلی سختم خریده بودیم اون انصافا. حالا اینم سرنوشت باز. میگم واقعا از نظر خب چیز شرایط مناسبی نداشت، از نظر روحی روانی واقعا خودمونم نبود حالمون. نمیدونم حالا شاید حسیه یا از تجربات قدیمیات حس میکنم چمن عزودی یه مقدار لاجونه، اینطوری کم ببین جونه کم. حالا لاجونی نمیدونم چه توصیفی که ازش داری، ولی خبر قابل استنادی که دارم اینه که بازی قبلی که توی عزودی ما داشتیم ظاهرا طول چمن 4 بوده، این بازی 2.5 بوده. ببین حالا نمیدونم به خاطر این بوده که کیفیت چمن آره. بهتر بشه، وقتی پا میخوره آره. کمتر میشه. حالا چرا میگم؟ برای اینکه سپیرود هم قرار اینجا بازی کنه و این اتفاق هم خوشبختانه ملوان مشکلش حل شد، تو زمین خودش بازی میکنه. آره وگرنه ملوان هم میومد اینجا ما اصلا یه فاجعه‌ای رو داشتیم. به هر حال این وضعیت استادیوم امیدوارم که اون سکوهای روبرو درست شه. یعنی ما دیگه دیدیم شب ورود رونالدو نشون دادیم که آقا ما میتونیم، این کشور میشه تو مثلا تو یه هفته یا استادیوم آزادی آباد کرد. حالا آزادی که در حد طفل کوچیکش هم نمیشه، ورزشگاه کمپلت 15000 تا جا داره. ما تو قطر با 1000 تا این کانتینرها اومدن ورزشگاه ساختن. 974 دستگاه همچین اصطلاحاتی داشت که آره به تعداد کانتینرها 150 تاشو خودشون برداشتن، 150 تا اهدا کردن به یک کشوری که بی‌بضاعت بود و بقیه‌اش هم فروختن. اصلا دیگه درآمدزایی هم شد برای حتی کشوری مثل قطر. امیدوارم که حداقل این سکوی روبرو ساخته شه. یعنی کمپلت واقعا اگه بخوای صفر بگیری یه هفته هم کار نداره. اگه بخوام فلزی هم بذارن هوادار ما باخه. ببین هوادار ما اونقدر سختگیر نیست، سکو هر چی باشه اونجا. اصلا رفته بودیم ورزشگاه ماشین دیزل تو تبریز. آره. سکو فلزی بود، روش صندلی اومده بود، یه چیز خیلی راحت و منظم و شیک و خیلی چیز خاصی. نمیگم همینو میگم، نمیگم ما قانع هستیم، مثلا همچین حرفی نمیزنم، ولی میگم
یه حداقلایی رو حداقل میشه خیلی زود ببین راه مثلا انداخت. شاید این سکوی روبرو ساخته بشه و ورود خانم‌ها بالاخره راحت آره بشه. آره ما اون روز دیدیم اون سکوی روبرو خالیه همچنان خالیه و خیلی راحت میشه خانم‌ها اونجا. حالا حالا یه حالت نمادینی هم شده دیگه اونجا دیگه خالیه که آره همیشه خانم‌ها بیان جاشونو پر کنن. آره کامل انگار واسه خانم‌ها اونجا تعبیه شده یه جوری. آره آره. بریم سراغ بازی. بازی که حالا صحبتش رو کرد، بریم بازی بعد در واقع. بریم بازی بعد. آره ببین من از این بازی شروع کنم، یه سری حرفا در مورد این بازی رو بزنم. این بازی فقط در مورد همین بازی یه چیزی رو من یادم رفته بود، البته توی صفحه خودم بهش اشاره کرده بودم. من به خاطر حالا اون شرایط ستاپ دوربین و میکروفون و اینا مجبور شدم از حدود ساعت 1 بود فکر میکنم برم ورزشگاه. بعد خب میدونی که اون بالا یه ارتفاع خیلی زیادی بود دیگه، توی قسمت سمت چپ جایگاه، یه قسمتی از معروفه به قسمت تخم خورا که همه هوادارا میدونن. که داشتم نگاه میکردم دیدم دو تا بچه هستن دارن بازی میکنن، تو میزنن. بعد من بازی رو ببینم چه جالب، از این موقع اومدن چه، حالا یکیش هم دختر بچه بود، فکر کردم مثلا شاید مثلا ورود مثلا دختر بچه سخت باشه زودتر اومدن. خوشحالن اینا، تا یه عکسی ازشون بگیرم. و عکس رو گرفتم با دوربین زوم، نگاه کردم اینطوری انگار سطل آب سرد ریخته رو سرم. اونجا دو تا پلاستیک ساندویچ جلوشونه، اومدن ساندویچ بفروشن و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم واقعا. میشه گفت بدترین قاب بازی همین بود، حالا از روز ایجاد یکشنبه. پلی‌تیک بگذریم. آره واقعا بدترین قاب بازی اون روز. من حتی اصلا شب که اومدم عکس رو دیدم منم مثل اول به اون ساندویچ‌های زیر پاشون دقت نکردم و چقدر خوشحال شدم. بعد کپشن که برای بچه‌ها اومدن مثلا بازی. آره کپشن رو که خوندم و اون وضعیت دیدم خیلی 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 منقلب شدم، خیلی متاسف شدم. حالا یه نکته هم بگم که چند تا از بازیکن‌های داماش دنبال این بچه‌ها بودن آره اگر و هوادارام چند نفر آره که یه جور اگر واقعا هر کدوم از شمایی که دارید این برنامه رو می‌بینید از سرنوشت این بچه‌ها و آدرسی تلفنی حالا خودشونه که البته نه اون والدینشون، اگر اطلاعی دارید و به ما بگید ما سعی می‌کنیم که باشون ارتباط برقرار کنیم که به هر حال شاید وضعیتشون تغییر کنه. سنی تلخی بود. آره از این صحنه چیز خوبی قطعا تو حداقل تا اینجا یادمون نمونده و این باریم حداقل این بچهای مخصوصا کسایی که دنبال این بچه هستن بتونن یه کمکی هم داشته باشن و امیدوارم مثلا نه تنها این بچه ها همچین صحناتی رو دیگه تو این کشور نبینیم، هرچند که خیلی محال و سخت به نظر میرسه، اما خب امیدوارم که این اتفاق بیفته. بازی قبلی استقلال ملاثانی تیمی که با 14 بازیکن یا 13 بازیکن به رشت اومد و تیمی که ما حداقل فکر کنم راحت ترین بازی ما تا این 3 هفته بود، حتی میشه گفت تا هفته ششم که مقابل شهرداری استان باید بازی کنیم به نظرم راحت ترین بازی بود. بازی که نبردیم، بازی که از نظر جنبه‌های منفیش بخوای نگاه کنی تیم ما تو فاز حمله همچنان مشکل داره، تو فاز مهاجم نوک مشکل میشه گفت قابل تأملی رو داره و باید بهش فکر کرد. بحث دفاع هم که سوتیامون باقی هست. آره تو بحث دفاع حالا یه شایبه‌ای هم ایجاد شده بود که یه گل هم خوردیم. آره اون صحنه مشکوک و گل هم داشتیم، حالا مساکن بهش نپردازیم. حالا اینجا میگم حالا هوادار برام میتونه بدونه دیگه. و جنبه دیگه که از بازی میشه ناگهان درگیری‌های توی جایگاه ویژه بین آقای زحمتکش و جهانگیر عسکری و آقای نعیمی، مشکلی که علیرضا ما باید بهش بپردازیم. بله. مشکلی که ما باید پیگیرش بشیم چون رسالت ماست به عنوان تارنمای هواداری. تیم باید مشکلات ما تا اینجا سعی کردیم صحبت نکنیم، سعی کردیم چیزهایی هم که می‌دونیم باشه نره. آره چیزهایی هم که مطلع بودیم رو اطلاع ندادیم، بنابراین اینکه یه مقدار شرایط تیم تو این آرامش نسبی که داره حفظ بشه و شاید جذاب‌ترین هوادارا بی اطلاع نیستن، باهوشن، یعنی آره سیگنالا رو میگیرن. ببینید به هر حال اگر آقای نعیمی قرار مالک این باشگاه باشه باید بیاد قانونا تیم رو طبق مستندات تحویل بگیره. آقای زحمتکش اگه قرار تیمداری کنن باید بیان از حاشیه باید دور بشه. از حاشیه باید دور بشه. ببینید ایشون میگفتن که ما تصفیه کامل مربی و فلان و بازیکن اینا رو داریم. الان حکم اومده. الان یه حکم اومد 1 میلیارد منفی. خب من میدونم میثم وطنخواه فصل پیش شکایت کرده، خب اسامی دیگه مشخص، حداقل کسایی که میشه اسپورت، سعید اسماعیل پور شکایت کرد، بازیکنان فعلی هم هستن آره از بازیکنان فعلی ما میدونیم شکایتی داریم. خب آقای زحمتکش باید این موضوعات رو هم بهش بررسی کنه. خب ما
سعی میکنیم تو وارشتا بعدی حداقل چون گذاشتیم اگر غذای حل نشده بود آره البته. اگر قضایا ما گذاشتیم فعلا این جریانات بره جلو. اینطور که نیست ما هم بیایم جز به عنوان رسانه هوادارا بگیم نه آقا ما هیچی نیست همیشه گل بلبله. نه، ما هم اگر فعلا سکوت کردیم و شرایط رو به گونه‌ای پیش نمیبریم که پیگیری ماجرا بشیم، برای اینکه میخوایم ببینیم آقا شخص آقای نعیمی و یا هر مالک دیگه‌ای مستنداتی قابل ارائه برای مالکیت خودش و برای بررسی علی جان این جریانات در داره یا میان خیر. کلامت من حالا که وارد این بحث شدیم این نکته رو هم بگم. این آقای زحمتکش به رسانه‌ها یک برگی از قرارداد رو دادن. بله. حالا اینکه کارشون خوب بوده بد بوده رو در جایگاهی نیستم که قضاوت کنم. الان یک صفحه به هر حال از این قرارداد موجوده. تو این یک صفحه از قرارداد 2 تا بند توجه منو جلب کرده. اون اینه که یک گفته شده تا زمانی که این پوله بخواد تسویه بشه باید سند یک ملک توی تهران به صورت قولنامه‌ای، نه به صورت سند محضری، یعنی محضر قانونی، چی بهش میگن، دفترخونه‌ای، بله. سند به صورت قولنامه‌ای به اسم آقای زحمتکش زده بشه. تا زمانی که پول پرداخت شد بعد اون در واقع باطل میشه اون وکالتنامه. خب اگر چنین چیزی توی بند اومده آیا انجام شده یا نشده؟ اگر انجام شده باید سندش موجود باشه. ببین اگر انجامم نشده قطعا این سمت باید ببینیم آیا عدم تعهدی یا آره. عدم انجام تعهدی رو داشتیم یا نه. ببینید ما هر چقدر من حس نه، می‌کنم حالا- ما اگر توی این مسائل ورود کنیم حس می‌کنم شاید اون روند رو به گونه‌ای پیش می‌بریم که حاشیه بیشتر. ما آره می‌خوایم که اگر قرار باشه امسال ببین علیرضا من یه نکته رو اینجا بگم. ما تو خلوتون گفتیم با هم صحبت کردیم، من اعتصاب رو در آینده با این وضعیت می‌بینم، نمیدونم نرفتن به بازی رو می‌بینم، بازیکن میاد میگه آقا پول نداریم و اعتصاب هوادار، اعتصاب بازیکن‌ها و نمیدونم سرمربی بیاد خواهش کنه و هوادار یه بازی بره خواهش کنه بریم سر تمرین ببینیم یه بازی پول نداریم نرفتیم و از این حرفا هست. آره یه بازی حالا نرفتیم 3 امتیاز ما که میمونیم از این. آره. اگه هم نموندیم دیگه باشگاه مقصره. ببین نمیدونم بریم سر تمرین بازیکن بگه آقا ما 3 هفته بجز آب معدن اینجا چیزی نخوردیم. این اتفاقات تو فصول گذشته ما هم پشت سر گذاشتیم. من همچی چیزی رو برای تیم میبینم اگر حل نشه. ببینید این حاشیه تیم رو ما توی جذب بازیکن مشکل داشتیم. اینو باید ببینید پاسخگو باشن، چه کادر فنی چه مالک باشگاه. اگر این وضعیت باشه اینکه آقا بگیم ما فلان تیم پارسال نمیدونم 10 تا بازی باخت بعد اومد نمیدونم ملوان و مس اومدن چپ و راست بردن رفتن لیگ برتر، نه، شما باید ببینی آیا ما اون پتانسیل رو داریم یا نه. بله. این حالا صحبتایی که گفتی خیلی خوبه. یه نکته دیگه هم فقط تو قرارداد بود. این نکات هم که میگم ببین نکات بدیهی و مشخصی هستن. آره هر کسی میتونه اینو جانبدارانه نیست. ببین یه چیز دیگه که تو این قرارداد بود در مورد اختلافی که الان حالا دو گروه دارن اینه که نحوه مدیریت تیم توی اون قرارداد اومده که در الحاقیه‌ای جداگانه بهش پرداخته خواهد شد. پس چنین الحاقیه‌ای الان موجوده که دست رسانه‌ها نرسیده. بله. خودتون میدونید چطوری باید تیم رو مدیریت کنید، ولی اگر میخواد قضاوت در این مورد رو به هواداران واگذار کنید ازتون خواهش میکنم که این سند رو منتشر کنید. حداقل ترین چیز میشه این. بریم سراغ بازی از استقلال شروع میکنم. یه چند تا نکته. بازی بود که ما تو بعد مثبت هماهنگتر بودیم، تو بعد خط دفاعی یک چند درصدی بهتر بودیم، باز دلچسب نبودیم. تو بعد اضافه شدن دفاع به حمله باز اون باگ و اون مشکلات رو داشتیم. تو بعد نوک حمله امید پورغنبری و رضا پورمهدی که به زمین اومدن نتونستن انتظارات رو برآورده کنن. ولی تو بعد بدنی ببین ما بازی با مس از دقیقه 60 بدنی کاملا فروکش کردیم. بازی فجر یه مقدار بهتر شدیم. درسته که استقلال ملاثانی اون دوتا تیم نبود، اما تیم ما بازی با فجر یک مقدار به هماهنگی به نسبت فجر حالا نمیتونیم الزاماً بسنجیم به این دلیل که بازی تو خونه خودمون، یعنی از نظر شرایط آب و هوایی به هر حال بازی ما مس هم اینجا ما 2 تا بازی داخل خونه انجام دادیم. به نسبت مس باید بسنجیم، در واقع منظورم اینه. آره به نسبت مس باید بسنجیم. تیم تو این بره تو این بود به جهات خوبی رسیده و اینو ما باید حتما در نظر بگیریم که و با توجه به کارنامه سیامک فرانی تیم به نظر من تا موقعی که اصول حرفه‌ای میگه، حالا ما که تعیین کننده نیستیم، معمولا 6 هفته صبر میکنن و مهلت میدن با توجه به اینکه یک زمانی رو سیامک فرانی هم حالا به قول خودش
از دست داده، حداقل تا هفته ششم به نظرم حد اکثر تایم خوبیه که میشه به تیم داد، با توجه به اینکه ما بازی سختی رو هم یک شنبه دوشنبه است فکر کنم. دوشنبه اونجا من تو خب، کاغذ بله. نوشتم آره. که میتونیم رو سایت نکنیم، با توجه به اینکه ما بازی سختی رو مقابل خیبر خرم‌آبادی داریم که باعث سوء اصلا انحلال ما هم جلوی همین تیم شد. البته خودمون باعث شدیم، یعنی از داخل باعث شدم، ولی به هر حال میرسیم بازی خیبر. بازی خیبر ما پژمان نجات نداریم، علیزاده نداره. سیامک علیزاده نداریم، سجاد قلیبگی تقریبا میشه گفت تا اینجا بهترین بازیکن ما بود یه جورایی، مخصوص تو بازی گذشته. اینو هم نداریم. حسین خیری برمیگره به ترکیب، باید ببینیم آیا باز از ترکیب حسین خیری و مشتاق بیژن استفاده میکنه یا تکلمون هم که حسین خیری زد. آره تا اینجا هم یه گل زدیم حسین خیری. این بازی تنها بازی بود که ما کلین شیت کردیم، اونم توی خونه، و تنها بازی بود که بالاخره امتیاز گرفتیم و باید دید که مقابل خیبر چه نمایشی نشون میده. من حس میکنم بازی خیبر مشخص کننده عیار پیش بینی خودت چیه؟ پیش بینی خودم. من با کمال احترام من شکست میبینم. نتیجه 2-0. موافقم بود. آره من تا حالا تقریبا اینجا با کسی موافق نبودم در زمین نتیجه. من میگم امیدوارم بحث احساسات و هواداری آره کنار میذاریم. اصلا یک بار باید هوادار، خب ما یه مقدار هم بارها گفتیم اینو. آره یه مقدار احساسات از خودمون دور کنیم. این چیزی که نشون میده، میگم این بازی تعیین کننده است عیار کادر فنی چون و نگه دار حالا علی رهبر 1-1 هانیه نتیجه بازی با خیبر 1-0 داماش. 1-0 داماش. چقدر اینجا اختلاف سلیقه داریم دوستمون که اینجا هستن. نتیجه بازی 1-0 میزنیم. دو نفر گفتن 1-0 داماش. امیدوارم که آقا شما خودتون بیاین اینجا. آقا من در طول عمرم نظرش عوض کرد 0-0 شد. در طول عمرم اینقدر دوست نداشتم که نظرم اشتباه باشه. منم ولی آره دیگه به هر حال رنگ رخسار خبر در سر درون دیگه، چیزی که حالا چی علی ما همه این صحبت ها رو میکنیم، یه چیز هم با در نظر بگیریم. یه بار میبینید مثلا تیم رفته خارج از خونه داره دفاعی بازی میکنه، یه اتفاقی میفته محوطه مثل هر بازی با مختار فصل گذشته میزنیم، بعد اون تیم میاد حمله کنه تو زمین خودش، گل دوم اصلا این اتفاقات میتونن بیفتن. آره ببین فوتبال کلا غیر قابل پیش بینی. مثلا این پریشب نماینده ازبکستان توی خونه الهلال تا دقیقه 101 1-3 پیش بود و اون تایم وقت اضافه رو اگه برای الهلال نمیگرفتن، الهلال با نیمار رو حالا اونو ولش کن، یه گونی اون بازی دیروز پیروز دروازه‌بانشون اومد گل زد. اونو ندیدم. یه فکتی بگم، دقیقه 94 دروازه‌بانشون گل زد. آره. خود دروازه‌بان متولد سال 1994، قدش هم 194، اینم 94 این گل لاتزیو تو تاریخ لیگ قهرمانان بود. دیگه آمارای اینطوری فردوسی بودی بود. آره یه آمار جالبی بود که دیگه علی رهبر داد. به هر حال بازی با خیبر باید ببینیم که ترکیب اولیه چطور هستش. امیدوارم که ما حالا ترکیب مشخصه تقریبا دیگه، حالا نهایتا تو دروازه مثلا تغییر کنه. نکته من داخل پرانتز یادم اومد اصلا، حالا فارغ چیز به نظر فیکس بازی میکنه، بازیکن اون تعویضی وارد شده بود رضا زایتبار. فکر میکنم با توجه به اینکه یه مقدار سیامک فرهانی داره میبینه که تو اون پست ما یه مقدار نیاز به تقویت داریم، ممکنه بیشتر به رضا بازی بده، ولی با توجه بعد مثلا با سیمان پور بخواد مثلا تعویض بشه، با توجه به نه فکر نمی‌کنم در این حد ریسک کنه تو بازی خارج از خونه اینقدر تیم رو بخواد تهاجمی بزنیم بفرسته، با توجه به اینکه حریف قدری هستش. یه نکته، ملوان تو لیگ یک بود بازیش پخش زنده میشد شبکه باران میشدن و اون روز صبح این نکته رو بگم، ساعت پول فقط. آره ملوانم بعید میدونم هزینه پرداخت کنه، سر ما میرسه صدا و سیما کردن نمیدونیم از ما که حالا صدا و سیما پخشم نکنه به نفع ما تو وارش بهترین نه ممکن پخش می‌کنیم. خب به نفع هوادار نیست، حالا خودمونیم دیگه. آره به نفع هوادار. وگرنه ما که از خودمونه با بهترین کیفیت بازی رو ارائه بدیم. به هر حال این نکاتی بود که ما تا اینجا داشتیم. امیدوارم که تیم تو این بازی آینده حداقلش، واقعا نمیدونم انگار یه مقدار داریم نگاهمون خیلی کوچیک شده، امیدوارم نبازیم. واقعا این باخته اول فصل بعد میتونه یقمونو بگیره. حالا تساوی خارج از خونه تساوی خارج از خونه همیشه خوبه. و تا بازی شهرداری آستارا فکر میکنم گفتی آستارا، حالا واقعا دور از انصافه که به مسئله اخیرم اشاره نکنیم. امیدواریم که به هر حال این سیلی که اومده، خسارت جانی که حالا تا این لحظه ظاهرا نداشته، امیدوارم به هر حال خسارت‌های مالی مردم هم جبران بشه، بله. زودتر از این وضعیت خارج بشن. حالا درسته که ما
با تیم شهرداری آستارا در رقابت هستیم، ولی هیچ دلیلی نمیشه که نه اصلا جوانب انسانی رو در نظر نگیریم، مخصوصا که هم‌استانیامون هستن. بله اصلا این وضعیت بدیه و امیدوارم که هرچی سریعتر شرایط مردم آستارا بهتر از اینی که هست بشه و خبرهای بد شنیدیم. آره تو این چند روز متاسفانه خبر خوبی نبود و همین تا اینجا باشه تنها چیزی بریم. که داشتیم همین بود. تو دیگه میتونی خداحافظی بکنی، حالا در پشت صحنه که با تو خواهیم بود یه تیزر هم میبینیم بعد از خداحافظیت و دوباره علی رهبر به ما ملحق خواهد شد. ممنون از همراهیتون فعلا. ما دوباره برگشتیم و طبق حالا صحبتتون در مورد آستارا تموم شد. منم امیدوارم که هیچ مشکلی واسه مردم اونجا پیش نیامده باشه. حالا میدونم که یه سری خونه ها و اینا خراب شدن و آب گرفته زندگی مردم. امیدوارم حالا که زودتر وضعیت درست در شه. مورد آستارا از بومیام یه مسئله شنیدم، یه شایعی شد، حالا امیدوارم حقیقت نداشته باشه، یه ساختمان 5 طبقه کج شده. ساختمون سازی آره وقتی با سهمیه میرن دانشگاه. دیگه در مورد بازی‌های بعدیمون صحبت بکنه، مخصوصا خیبر. دیگه زودتر هم برنامه رو ببندیم تا هفته آینده. خیبر تیم پرمهره بازیکنایی داره که ما همه تقریبا باشون آشنایی داریم. کوروش ملکی گلر سابق سویل مهربان. سیمانپور هم رفته بود اونجا، حالا برگشت. آره امیرخانی فکر کنم اونجاست بازیکن فصل پیشمون. بعد ارزم به حضورتون که مهدی کیانی هافبک سابق تراکتور کاپیتانشون بود. مرداد غنبری دیگه نمیدونم یه چند تا بازیکن مطرح دیگه هم دارن. تیم پرمهره و در صورت خوبیه. میتونه تو هر زمینه خطرناک باشه. ولی تو مساوی رو پیش بینی کردی، چرا؟ این چیزی که منطقم الان به من اینطوری گفت. به نظر من این بازی به اون سمت میره که شاید اول ما به طور اتفاقی یا حالا غیر منتظره جلو بیفتیم ولی بعد نهایتا مساوی میشه. نظر من اینه. و طبیعتا این بازی فکر کنم از اون بازیه که داماش با تو لاک دفاعی فرو بره. احتمالاً حملات زیادی به سمت ما انجام میشه. بعد اینم در نظر بگیر خیبر حالا چیزه یه بازی رو برده بعد فکر کنم اونجا یه دو بازی هم باخته. یه باختش میدونم یه دونه بردش هم با مثل شهر بابک رو برده که اون اصلا باخته. هفته قبلم باخته. در سیستممون، در تاکتیکمون و در بازیکنامون این رو میبینی که بتونن یک بازی تدافعی از خودشون به خوبی نشون بدن. اگه بخوام مثل بازی فری بازی کنن نه. طبیعتا باید حالا من استاکشون رو بهتر. میخوام یه ذره کلی‌تر صحبت کنم. به نظرت اصلا کادر فنی ما دنبال تدافعی بازی کردن هست؟ من حس خودم میخوام بگم، یعنی چیزی که قبلا از این کادر فنی دیدیم و سیستمش هم داره میگه، برداشت من اینه که یه جورایی یک سیستمیه که داره قمار میکنه. یعنی قماریه که یک زمانایی میگیره یک زمانایی نمیگیره. من برداشتم اینه، یعنی سیستمی که اگر بگیره خیلی سیستم موفقیه. برداشت شخصی من چنین چیزی. اینکه واقعا آیا ما میریم اونجا که دفاع کنیم رو مطمئن نیستم. علیرضا حالا شاید مثلا یه سری افراد باشن فوتبالیستا باشن کلا بگن ما یه جور مربیایی رو دوست داریم که تحت هر شرایطی مثلا سبک بازیشون یه جور باشه. ببین این خوبه ها زمانی که اون سبک بازی جواب بده. ولی وقتی تو شرایطی مثل تیمی مثل داماش هستیم باید بازی به بازی تاکتیکامون رو ببینیم کدوم بیشتر جواب میده. اگه ما بخوایم با نفراتی که داریم همیشه یه سبک بازی رو انجام بدیم که اتفاقا در حال حاضر هم تا الان جواب نداده به جایی نمیرسه. حالا توی کنفرانس خبری یکی از دوستان یه سوالی کرد که البته حالا پخش نشد اون تیکش. از سیامک پرسیده شد که آقا مثلا ما توی این بازی این همه کورنر داشتیم، چرا همشون به یک سبک ارسال و زده شدن؟ گفتش که چون تمرین نکردیم چیز دیگه ای رو، یعنی چون فرصت نداشتیم حالتهای دیگر رو تمرین کنیم. تمرین چیکار میکنیم؟ نه میگه که چون تایم کمی داشتیم چیزهای دیگه، چیزهای از هر چیزی یک بخش داشتیم، یک بخش مثلا اوت، یک بخش کورنر، یک بخش فلان. مثلا اگر 5 مدل مثلا ضربه ایستگاهی به فرض میشه زد، میگه ما یکیشو گفتیم حالا فعلا بلد باشیم.
ظاهرا یه چنین وضعیتی یا حداقل اعتقاد به چنین خب وضعیتی. وقتی خب تقریبا میشه گفت یک جانبه باشی، فقط یک تک بعدی باشی، قابل پیش بینی میشی. خیلی راحت بازیت برای حریف، یکی که بخواد قشنگ آنالیز نه کنه خب بدون تک بعدی باشی، فقط یه سری حرکات خاص رو بلد باشی، راحت دقیقاً حالا آشکار میشی برای هم. دقیقاً به خاطر همین قضیه است که من گفتم که مثلا احتمال باختمون خیلی زیاده. اینکه حالا البته ممکنه، میگم ممکنه سر اتفاق، حادثه، حالا هر چی، خب مثلا دقیقه 10 بازی می‌بینی مثلا تیم حریف 9 نفره شد، یعنی هر چیزی ممکنه، ولی در واقعیت من فکر نمی‌کنم خیلی ساده باشه این کار برام. من نمیگم ساده است، ولی اون چیزی که من شرط میبینم خیبر خیلی تیم قدری نیست. مهرای خوبی داره، خیلی تیم قدری نشون نداده تو 3 هفته. نمیدونه حالا مقابل ما میخواد چجوری بازی کنه. پیش بینی من اینه که شاید این داماش این هفته یکم بازیش بهتر بشه و مساوی بشه. من همچنان احتمال باخت رو میبینم. اگه مساوی ولی نشه، گفتیم مساوی. اگه مساوی نشه میگم باخت، در مطلقا من نمیگم داماش میبره، اصلا الان تیم تو اون شرایط نیست. ولی پیش بینی بیشتر من اینه که احتمالا این بازی یعنی یه جوری اگر مساوی می‌خواستی چیز کنی، در چیز کردن باخت مساوی دامشو میگیره. آره آره. همون چیز. آره. خیلی خوب. حرفی سخنی بهتر بازی کنید، نتیجه بگیرید. که اینقدر ما نیایم هوادارمو هرس خوردن. ما نیایم هر هفته بگیم خب چرا در اون لحظه فلان چیز اتفاق نیفتاد، بگیم خب اون کار مثبت رو کردن اونطوری شد دمشون گرم. نه اینکه کاری بکنیم برنامه تبدیل به برنامه ناله بشه. آره خسته کنیم. باشگاه مولاسانی اومد یه کلیپی هم منتشر کرد از بازی قبلی، گفتش که ما یه گل خورده بودیم. حالا زاویه دوربین البته زاویه درستی نبود بشه تشخیص داد، ولی یعنی میگم میتونستم اون گل بشه. حالا اون که نداریم هیچی، اصلا دوربین عادیشو ببین ما نداریم دیگه. ما دوربین همین فیلم برداری برمی‌داره دست میگیریم اونجا، بعد مخاطب اون حق هم داره، مخاطب میگه که چرا لرزش دارید، خب حق داره، چی بگیم شرایط رو درک کنیم. ببین این همه طول کشید، یه رونالدو اومد ایران، اینا رفتن تازه وی ار رو بود که اونم حالا داشت مجریشون میگه آره صدا و سیما کلی همکاری حالا کردن، میگن این داده فلان کرد. آره که الان میگن اینم میخوایم جمعش کنیم به بهانه اینکه میخوایم جای بهتر بزنیم. نه میخوام کلا جمعش کنیم. آره گفت دیگه اون خیابانی کل ماجرا رو اومد گفت تو پیجمون هم هست توی اینستاگرام. یه رونالدو اومد، اینا تازه مجبور شدن بعد 4 سال 5 سال که وی آر رسمی شده بالاخره اینا وی آر بیارن. بعد ما تو لیگ حالا فکر کنم حالا بحث رونالدو که شوخی، فکر کنم AFC بهشون فشار آورد اگر این کارو نکنید اصلا بازی‌ها رو نمیذاریم توی ایران برگزار بشه، یعنی کار به اینجا رسید. حالا امیدواریم این فشارها رو بیارن تو رشت، هم فشار بیارن آقا مثلا ورزشگاهتون رو درست کنید، بلکه اینو درست کنن، برن سکو رو درست کنن، برن خانه رو راه بدن، برن ببین. آخه ببین یه چیزای ابتدایی ما در موردش صحبت میکنیم، هر جای دنیا حرف بزنیم به اون پناه نمیدیم. در مورد بچه‌ها صحبت کردیم، بچه‌ای که اومدن ساندویچ بفروشن. امیدوارم اینطوری نشه که مثلا برای اینکه قضیه رو بیان حل کنن بگه آقا مثلا دیگه راه نمیدیم، حق ندارید این ساندویچ همیشه بفروشید ما صورت مسئله رو یعنی نگران شدم واقعا چنین اتفاقایی برای این بنده خدا حداقل نیفته. خیلی حرف زیاده، من اینجا بمونم آخرش آره نه عوض کن دست عوض کن خاطر می‌کنی. امیدوارم که به این حرف ما همیشه میزنیم، یعنی جمله‌ای که می‌خواستم بگم حرفمو خوردم در انتهای بازی، هم می‌خواستم بگم امیدوارم که از دیدن این بازی لذت برده باشید. خب پس اومدم گفتم خب چه لذتی الان هوادار اومد الان اینجا اومدیم صحبت کردیم، خب چه لذتی ببره هوادار از مثلا از بدبختی و درد و فاجعه میایم صحبت کنیم، چه لذتی داره هوادار ببره. امیدوارم به هر حال امیدوارم این قضیه کم بشن، حل شن. حالا نمیدونم، ما همه امیدواریم. خب تا دیدار بعدی با تمام صحبتایی که داشتیم از شما خداحافظی میکنم و علی ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودید. امیدوارم که به هر حال یه روزی شرایطی جوری بشه اینترنت و اینا که ما بتونیم راحت‌تر برنامه لایو بریم. آره اینطوری من خودم بیشتر دوست دارم لایو. منم خیلی بیشتر دوست دارم. کامنت های مثلا دوستانم کاش می‌دونستیم بخونیم که نتونستیم. امیدوارم روزی هم برسه واقعا تو پلتفرم‌های بالاتری باشیم. حالا فعلا حد ما فعلا همین، هرچی هست دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. خداحافظ شما.